خب سلام. آواز معروف همایون چی یادتونه؟ بیداد استاد شجریان خونده، همایون مثنوی بود آیا بود آیا که خرامان ز درم بازایی، یا همزمان نو می شود دنیا و ما بی خبر از گم شدن اندر بلا، پس تو را هر لحظه مرگ و رجعتیست. این هم آواز همایون شجریان بود با فکر کنم با محمد معتمدی خونده. خب عرضم به خدمت شما، احتمال زیاد الان میگید که این کار خب مشابهت داره با کاری که آقای محمد خدادادی انجام داده. بله و نه. چرا بله؟ چون ایشون هم خب موسیقی سنتی رو خواسته که معرفی بکنه، گوشه ها رو زیاد وارد دیتیلش نشده. تفاوت ما با کار ایشون بحث همون جزئیات و دیتیل هستش و کاری که من اینجا میخوام بکنم اینه که میام ردیفای عبدالله دوامی رو اجرا میکنم و چیزی که به ذهن خودم رسید برای اینکه بیشتر جا بیفته تو ذهن دوستانی که علاقه به موسیقی سنتی دارن، اومدم و مطابقت دادم با اجراهای استاد شجریان. کار هم میدونم پرفکت نیست، درجه یک نیست، بله درسته، این یه نمونهشه، چاره ای نداشتم. اینجا هم برزیله، من توی کانال دیگه ای که دارم راجع به مهاجرت به برزیل توضیح دادم، ولی خب عمدن این کانال ها رو جدا کردم که عرضم به خدمت شما مطالبش خیلی دیگه پراکنده نشه. دیگه چی بهتون بگم؟ خب بریم سراغ درآمد همایون، ردیف عبدالله دوامی که خود استاد شجریان این ردیف رو اگر اشتباه نکنم توسط خود عبدالله دوامی ایشون آموزش دیدن و خب تو اجراهاشون هم استفاده کردن دیگه، خیلی هم عالی. این هم یکی از کارهایی که ما مجبوریم بکنیم. یه برگه است که حالا من توش نوشتم. خب عرضم به خدمت شما یکم بیشترم خودم معرفی بکنم. من امین، ترجیح میدم با همون اسم کوچیک صدام بزنن و سالها کار آواز موسیقی سنتی کردم و به ذهنم رسید این کار شاید باعث بشه که یه عده‌ای بیشتر برن تو جزئیات ردیف‌های روایت شده در موسیقی سنتی ایران. خب دستگاه همایون، ببخشید من مجبورم بعضی وقتا به یه برگه‌ای که همراه هم هست نگاه بکنم، ولی خب بهتر میشه. حالا در آینده شاید بتونیم بریم تو استودیو اجرا داشته باشیم، فیلم برداری حرفه‌ای تر، دیگه اینجوری نباشه. حالا به مرور ایشالله بهتر میشه. خب عرضم به خدمت شما درآمد همایون با یه تحریر یه سری قسمت هایی که تحریر توشه شروع میشه. ای امان داد
بعد وارد شعر میشه. خب ردیف ها رو توی موسیقی ایرانی با شعر آموزش میدن. چونان به موی تو آشفته‌ام، به بوی تو مست. چونان به موی تو آشفته‌ام، به بوی تو مست. که نیستم خبر از هرچه در دو عالم هست. یا ناده امان یارده. در قفس طلبد هر کجا گرفتاریست. یا داد من از کمند تو تا زنده ام نخواهم جست. یا داد ای امان ناخته دوست. این خود اصل ردیف عبدالله دوامی هستش. حالا خیلی قطعا من دقیق اجراش نکردم، ولی خب بیشترین سعیم کردم دقیق اجراش کنم. حالا میایم سراغ اجراهای استاد شجریان. یاد چی میافتید؟ بیداد. باغبان گر 5 روزی صحبت گل بایدش، بر جفای خار هجران صبر بلبل بایدش ای دوست. ای دل اندر بند زلفش از پریشانی ننال ننال. دیگه ادامه میده تا مرغ زیرک چون به دام افتد تحمل بایدش. این کاملا مطابقت داره با این درآمد عبدالله دوامی. خیلی شبیه، میتونید نگاه بکنید، دقت کنید و شباهت رو بفهمید. و یا اجرای دیگهش بود آیا چونان به موی تو آشفتم. این یکم بالاتر خونده که خرامان ز درم بازایی، گره از کار فرو بسته ما بگشایی. نظری کن که به جان آمدم از دلتنگی. البته یه جاهایش رو شاید من دقیق نمیخونم، ولی هدف و نیت عرضم به خدمت شما پیدا کردن همون مشابهت بود. و در پایان هم این دیگه مشابهت داره با کار آیه محمد خدادادی. اونم اینه که یه تصنیفی که تو دستگاه همایونه رو بهتون معرفی میکنم که بیشتر با این فضا آشنا بشید. و چه تصنیفی معروفتر از شد خزان. شد خزان گلشن آشنایی،
بازم آتش به جان زد جدایی، با تو وفا کردم تا به تنم جان بود، عشق و وفاداری با تو ندارد سود. آفت خرمن لطف و صفایی، او گل گلشن جور و جفایی، از دل سنگت آه، دلم از غم خونین است، روش بد همین است. دیگه عرضم به خدمت شما، فکر میکنم برای ویدیو اول همین کفایت میکنه. میبینمتون برای ویدیو دوم. فعلا خداحافظ. تمام.